کسی که میگه من نبی را در خواب دیدیم، حقیقتا پیامبر در خواب دیده است. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله جل مجده طاعات و عبادات ما شما رو به درگاه خودش قبول و مقبول بگرداند. درسی که امشب در خدمت شما عزیزان در نظر دارم در رابطه به دیدن خواب هاست و این هم چیزی است که در زندگی کل ما شما اتفاق میفته. آیا دیدن خواب هایی که ما میبینیم آیا حقیقت دارن این خواب ها؟ آیا رسول صلی الله علیه و سلم درباره خواب ها چیزی گفته؟ و اگر خواب بدی دیدیم چیکار بکنیم؟ و اگر خواب خوبی دیدیم چیکار بکنیم؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن رسالت و نبوت پایان یافته است. یعنی بعد از وفات مبارک پایان می‌یابد دیگه، تمام میشه. این منظوری است که بعد از وفات من رسول صلی الله علیه و سلم میگه که دروازه پیامبری دیگه مسدود میشه، دیگه هیچ نبی نمیآید. البته پیامبر فرمود مبشرات وجود دارند. پرسیدن یا رسول الله مبشرات چیست؟ فرمود همان خوابهای خوبی که یک مؤمن آن را میبیند و یا به او نشان داده میشه. مبشرات بعد از من میماند، رسالت و نبوت بعد از وفات من تمام میشه. گفتن مبشرات چیست؟ فرمودن مبشرات همان خوابهای خوبی که یک مرد مؤمن او را میبیند یا به اون نشان داده میشه. عباده ابن صامت از رسول صلی الله علیه و سلم میگه که من سوال کردم که یا رسول الله یک آیه در قرآن هست لهم البشرا فی الحیات الدنیا، در سوره یونس است. این چی معنا داره؟ لهم البشرا فی الحیات الدنیا، برایشان بشارت است در زندگی دنیا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود معنای آیه همان خوابهای خوبی هست که مؤمن آن را میبیند. مؤمن آن را میبیند. خواب سه قسم است عزیزای من به فرموده رسول صلی الله علیه و سلم. یک قسم خواب هاست که فقط زایده ذهن و فکر انسان هاست، چیزی است که ذهن خود ما را تولید میکنه. شما در روز هر چی را میبینین، یا شب سر چیزی زیاد بحث میشه، یا یک کسی چیزی را زیاد دوست داره و علاقه داره، شب خواب میبینه همون چیزی که شب سرش بحث شده یا روز او را دیده یا به او علاقه داره. این نوع خواب زایده ذهن و فکر خود انسان است. یک قسم خواب هاست که وسوسه شیطان است، وسوسه های شیطان است. خوابی که در وسوسه های شیطان است و او وحشت میکنی، میترسی، اینا وسوسه های شیطانی است. خواب هایی که تو را میترسانه وسوسه های شیطانی است. چی کار بکن؟ فوراً به الله پناه ببر. رسول صلی الله علیه و سلم میگه طرف چپت 3 مرتبه لعاب دهن خود را بیانداز و بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در وقت خواب بد، خوابی که آزار و اذیت میده تو را، خوابی که تو وحشت میکنی، ترسیده بیدار میشی، اینا کل خوابهای شیطانی است. فرمود طرف چپت لعاب دهن بیانداز و بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یک خوابی هست که او از طرف الله هست، از طرف الله هست، بشارت میباشه. رسول صلی الله علیه و سلم میگه این 46م جزء از نبوت است. یعنی وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شدن، در 6 ماه اول رؤیای صالحه میدیدن، خوابها میدیدن. کل بعثت پیامبر چند سال شد؟ 23 را 6 ماه که تقسیم بکنی چقدر میشه؟ 23 جمع 23 چند میشه؟ 46 میشه دیگه نه؟ و 6 ماه اول ما بیشتر بردم گفتم. گفت خوابهایی که از طرف الله است او به صورت بشارت است. و پیامبر فرمود 46م جزء از اجزای نبوت است. یعنی در 6 ماه اول پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب میدیدن. 6 ماه اول بعثت چی میدیدن؟ خواب میدیدن، رؤیای صالحه میدیدن. یعنی مؤمن هم که خواب میبینه که از طرف الله است، از طرف الله است، چی کار بکنیم؟ از پیامبر پرسیدن یا رسول الله اگر یه خواب خوبی دیدیم چی کار بکنیم؟ پیامبر فرمود خواب خوبی اگر دیدین از طرف الله است، بعدش وقتی بیدار شدین بگوین الحمدلله و این را به یک مرد صالح، مرد خوب بازگو بکنید. همین خوابی را که میبینید به یک مرد خوب بازگو بکنید. در رابطه با این که خوابهای شیطانی چه قسم خواب هاست، ابو قتاده روایت کرده که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود خوابهای خوب از جانب خدا، خوابهای بد و ناراحت کننده از طرف شیطان است. گفتم یک قسم خواب است که تو روز چیزی را دیدی یا رویش زیاد بحث کردی یا به چیزی زیاد علاقه داری، او را در خواب میبینی. یک کسی علاقه داره به کتاب خواندن و هر شب کتاب خواب میبینه. یک کسی علاقه داره به فوتبال، او در میدان فوتبال است که خواب میبینه، یا یه تیم خواب میبینه که فوتبال کدشه یا خودش فوتبال کدشه. یک کسی علاقه داره به چیز دیگری، به هر چی که علاقه داره او را در خواب میبینه. این خواب‌هایی است که زایده فکر است و ذهن است. این تعبیر هم نداره، ولی
چی تعبیر میشده باشه. هر چی که مورد علاقت است روش بحث کردیم، رو خواب دید تعبیر نداره دیگه. این خوابای شیطانی خوابای ناراحت کننده. هر کی راست گو هست خوابایش هم راست است. هر کی راست گو هست و از دروغ پرهیز میکنه دروغگو نیست. خوابی که میبینه خواب از او هم راست است. حالا کسی تمام روز دروغ خواب دیده، شب آمد دنبال تعبیر از او گشته که این چی خواب، بسیار مهم خواب است. خوابش هم مثل که بیداری دروغ گفته، خوابش هم دروغ است. علما میگه هر کی راست میگوید خوابش هم راست میبراید. اونایی که راستگو هستن خوابشون راست است. و خوابهایی که در سحر دیده میشه زود تعبیر میشه، زود به وقوع میپیونده. در وقت سحر دیده میشه زود به وقوع میپیونده. و گاهن حتی خوابها سبب مریضی جسم و بدن هم میشه. بعضی ها مریض میشن. ابو قتاده میگه که بس اوقات به اثر خوابهایی که من میدیدم بیمار میشدم. بعضی خوابها نگران کننده است که سبب بیماری انسان میشه. رسول صلی الله علیه و سلم میگه کدام خوابایی که نگرانتان میکنه، در این صورت وقتی که بیدار شدین لعاب دهن خود طرف چپتون 3 مرتبه پرتین، بگوین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خوابایی که شما را نگران کننده است. ابن حجر اسقلانی از علمای خیلی مشهور است، محدث بزرگ است. سرش صحیح البخاری یک شرح داره به نام فتح الباری. میگه شخصی که خواب ناگوار میبینه، خواب ناراحت کننده، خواب وحشتناک میبینه، 5 کار بکنه. چند کار بکنه؟ 5 کار. کسی که خواب ناگوار، خواب وحشتناک، خوابی که ناراحتش کرده، 5 کار انجام بده. به خاطر چی؟ به خاطر رفع کردن نگرانی، به خاطری که راحت شود، فراموشش بکنه و سبب آزار اذیتش در وقت بیداری نشه. اولین کار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه به کی ببره؟ به الله ببره، شر شیطان، چون کار شیطان است دیگه. دوم در طرف چپ خود 3 مرتبه لعاب دهن خود بیاندازه. 3 آرام به هیچ کسی نگوید. خوابی که ناگوار و ناراحت کننده است به کسی نگوید. 4 وقتی که بیدار شد دید که به کدام قسمی که خوابیده اون تبدیل بکنه. به هر قسمی که خوابیده است امو خواب خدا، امو خوابیدن خدا حالتش تغییر بده. و پشت خوابیده است و پهلوی راست بخوابه. مطلب گرفتید؟ نصف شب وحشت یه خواب دید، یه کابوس دید، ترسیده بیدار شد. به کدام قسمی که خوابیده بود امو طریقش تغییر بده. طریق خوابیدن خدا تغییر بده. 5 برخیزد و نماز بخونه. اگر زیاد ناراحت کننده بود، زیاد ترسونده شه، وضو بگیره، نماز بخونه. علامه قرطبی رحمت الله علیه میگه خواندن نماز بعد دیدن خواب ناگوار جزئی از آداب است. کسی خواب ناگوار و وحشتناک دید، بخیزه 2 رکعت نماز بخونه، راحتش میکنه. و تعبیر خوابم به پیش کسایی شوه که واقعا تعبیر خواب بلد هستند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سمره ابن جندب میگه وقتی نماز صبح مبارک میخواندن 70 مرتبه میگفتن استغفر الله. بعد میفرمودن 70 که در برابر هر یک استغفر الله 10 تا حسنه داده شد چند میشه؟ 700. 70 در برابر 700 میشه دیگه. 700. بعد 70 مرتبه که استغفر الله میگفتن میفرمودن که 70 در برابر 700، این 700 حسنه گرفتیم. به 70 مرتبه استغفر الله گفتن. و بعد میفرمودن که هیچ کسی نیست 700 گناه در یک روز بکنه، ولی در آغاز روز اگر تو بعد از نماز صبح 70 مرتبه بگویی استغفر الله استغفر الله، گویی که 700 مرتبه از الله جل مجلاله تو استغفار طلب کرده باشی. 700 مرتبه گویی تو از الله جل مجلاله استغفار طلب کرد، یعنی بخشش طلب کرده باشی. ولی یک انسان در یک روز نمیتونه 700 مرتبه گناه بکنه. بعد پیامبر روی خود مبارک به اصحاب میکردن، میگفتن کسی خواب دیده بفرمایه. چون پیامبر زیاد دوست داشتن که خواب اصحاب خود را تعبیر بکنه، چون زیباترین و خوبترین تعبیر را پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم میکرد. همیشه عادت مبارکشون همین بود که پرسان میکردن بعد از نماز صبح. علما میگه آداب است که بعد از نماز صبح تعبیر خواب ها شود و در داخل مسجد تعبیر خواب ها شود. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح صحابه را میگفت کسی خواب دیده، آنقدر به خواب صحابه نبی اسلام اشتیاق داشتن که بشنون و تعبیر خوب بکنن که عبدالله ابن عمر میگه من همیشه آرزو داشتم کاش خواب ببینم. وقتی شب میخوابیدم میگفتم خدایا اگر در من خیر وجود داره به من خواب نشان بده که من خواب ببینم تعبیرش رسول صلی الله علیه و سلم بکنه. اینی اندازه نبی علیه السلام علاقه داشتن که از صحابه خواب بشنون و خود مبارک صلی الله علیه و سلم زیاد خواب میدیدن و بعد او را به اصحاب خودش شرح میکردن. حتی خواب رسول، خواب نبی، خواب پیامبرم وحی است. مثل که در داستان حضرت ابراهیم خلیل شما باید دارین که خواب دید 3 شب پی هم که فرزندش ذبح کرد. در داستان یوسف شما شنیدید که قرآن بیان میکنه
که خواب دید 11 تا ستاره و آفتاب و مهتاب سجدهش میکنه. بعد فرمود قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. حضرت یعقوب فرمود امی خواب در برادرایت نگو، امی خواب در برادرایت نگو، چون این تعبیر زیبا داشت. حضرت یعقوب تعبیر کرد، تعبیر زیبایی داشت که بعداً تعبیر محقق شد، شما معلومات دارین در تفسیر گفته شده. بعد فرمود که امی خواب در برادرایت نگو، چون نشوه که سبب حسادت از اونها شد. به همون خاطر است بعضی از نعمت‌ها را که الله رب العزت و الجلال به تو میده، پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم میگه تلاش کن این نعمتی که الله به تو داده میره کتمان بکنی. فان کل ذی نعمت محسود، هر کی صاحب نعمت است مردم به او حسادت میکنه. کدام نعمتی که به تو داده شده دیگران ندارن، تلاشش کو کتمان شود، پوت شود که سبب حسادت دیگران بشه. گفته که صادق ترین و راست ترین خواب ها کدام خواب است؟ خوابی که در وقت سحر دیده بشه. اصدق الرؤیا فی السحر. صادق ترین خواب ها در وقت سحر است. صادق ترین خواب ها در وقت سحر است. اگر یک کسی خواب دید به شما گفت که من خواب دیدم، بگو الخیر لنا و الشر لاعدائنا. یا مستحب است که در برابر یک کسی که میگه من خواب دیدم، تو برش بگویی الخیر لنا و الشر لاعدائنا الحمدلله رب العالمین. خیر از آن ما، شر برای دشمنای ما. حمد و ثنا و ستایش ذات را که تربیت کننده عالمیان است. اینور خوابهایی که ناراحت کننده است، اذیت رسانه است، میترساند تو را، این خوابها از طرف کی بوده؟ از طرف شیطان. خوابهایی که مژده است، بزرگی را در خواب دیدی، ولی را در خواب دیدی، عالم را در خواب دیدی، نبی را در خواب دیدی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب دیده می شود. نبی علیه السلام میگه کسی که من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظه، کسی که مرا در خواب میبینه زود است که مرا در بیداری هم ببینه. تعبیرات زیاد شده که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر فرمود کسی مرا در خواب میبینه زود است که مرا در بیداری هم ببینه، امی در بیداری هم مرا ببینه. چی تعبیر داره؟ تعبیرات زیاد شده. بعضی های تعبیر کردن کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را در خواب دید در بیداری هم میبینه. حتی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یک کتاب نوشته کرده تنویر الحلق فی رؤیت النبی و الملک، که آیا بعد از وفات رسول صلی الله علیه و سلم کسایی هستن که در دنیا پیامبر در حال بیداری ببینن؟ علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه خیلی تلاش کرده که ثابت کنه که بله بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول صلی الله علیه و سلم دیده میشه، ولی جمهوری از علما قائل به این نیستن. دیگه تعبیرات کردن، گفتن منظور از این فسیران فی الیقظه زود است که من در بیداری ببینه و در صحرای محشر است. اگر میگه در صحرای محشر همه میبینه، میگه به یک قسم خاص میبینه، یک قسم خاص میبینه. خب هر تقدیر حتی علامه ابن عابدین شامی در مجموعه الرسائل خودش او را ادعا به این کرده که کسی رسول صلی الله علیه و سلم اگر در خواب میبینه در بیداری هم اگر الله جل و جلاله لطف کنه میبینه. و کسی که پیامبر در خواب دیده شیطان دخالت نمیتونه در خوابش. ولا یتمثل الشیطان بی، در حدیث میگه کسی که مرا در خواب دیده در او خواب شیطان دخالت نمیتونه. یک کس میگه من پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب دیدم، نبی اعظم گفت من رسول خدا هستم، پس امی خوابش خواب صادقی است، خواب راست است. امی خواب راست است، چون شیطان دخالت نمیتونه در خواب یک کسی که نبی علیه السلام در خواب دیده، شیطان به او دخالت نمیتونه. یعنی شیطان نمیتونه به صورت نبی علیه السلام بیاید بگه که ما پیامبر است. کسی که میگه من نبی را در خواب دیدیم، حقیقتا پیامبر در خواب دیده است. این مطلب ان شاء الله گرفته شد. الله رب العزت و الجلال به شما توفیق عمل